تصاویر تازه دنیا غزل با همسرش. دنیا غزل بالاخره ازدواج کرد. ازدواج دنیا غزل مانند خواهرش با مرد پاکستانی و خدافیزی وی از هنر موسیقی. این دختر خانم هنرمند در پاکستان توسط چی افراد حمایت می شود و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. دنیا غزل هنرمند جوان با استعداد و یکی از چهره‌های محبوب در میان صفحات مجازی افغانستان بوده است. این دختر خانم با استعداد و موفق کارهای هنر موسیقیش را بعد از آن که در محفل مردانه می‌رقصید به یکبارگی در میان مردم افغانستان آغاز کرد. حمایت گسترده هم از طرف مردم افغانستان شد. این دختر خانم جوان آهنگ‌های بیشمار سرود، آهنگ‌های دنیا غزل در میان مردم افغانستان بازدید حتی میلیونی را از آن خود کرد. این دختر خانم جوان با خواهرش هم آهنگ‌های دوگانه سرود، اما بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور پاکستان بست. در کشور پاکستان هم دوباره به کارهای هنر موسیقیش پرداخت، اما یک مدت طولانی می شود کاملا از راه هنر موسیقی و پرده رسانه ها به دور بوده است. این دختر خانم تصاویرش تازه نشر شد در صفحات مجازی که در کشور پاکستان ازدواج کرده است، اما معلوم نیست وی با کی ازدواج کرده است و به چی دلیل دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است. اما دوزاران دنیا غزل از وی خواهش کردند تا بار دیگر به کارهای هنر موسیقیش بپردازد، ولی هر دختر خودش میداند و زندگیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای دنیا غزل با جمعی از جوانان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان دنیا غزل به اشتراک بگذارید. اگر شما هم دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته، موفق کامیاب باشید.